حلقه ها یا لوپ ها تو زبون برنامه‌نویسی یعنی که آقا یه خط دستور چند بار اجرا بشه. برخلاف دستورات شرطی که میومد چک میکرد آقا تحت یه شرایطی یه خط اجرا بشه یا نشه، توی حلقه ها یک خط دستور مثل این پرینت ال ان من که داخلش نوشته شده هلو ورد قرار مثلا 500 بار اجرا بشه. به جای که من 500 بار اینو بنویسم، از لوپ ها یا حلقه ها استفاده میکنم. اولین دستور لوپی که داریم دستور فور هستش، پرانتز باز و بسته، کرلی بریس باز و بسته. داخل این پرانتز شرایط انجام اون حلقه رو می نویسیم. مثل جاواست ولی خیلی ساده تر. به این شکلی اگر شما در نظر بگیرید این یک نقطه شروع از 0 میخواد حرکت کنه، مثلا به تا 500 میخوایم از 0 تا 500 یه کاری انجام بدیم، میخوایم 500 بار انجام بدیم، میشه از 1 تا 500 دیگه، از 1 تا 500 مثلا یه کاری انجام بدیم. حلقه فرمیت میگه آقا نقطه شروعت کجاست، من چند بار باید انجام بدم، نقطه شروعت کجاست، نقطه پایانت هم کجاست. پس یه نقطه شروع داره یه نقطه پایان داره، من از 1 بشمر تا 500. پس یه نقطه 1 میشه نقطه شروع، 2 میشه نقطه پایان، 3 میشه آقا من چند تا برم، یعنی از 1 تا 500 یه دونه برم، 1 2 3 4 5 6 7 500، یا دو تا برم، مثلا 1 3 5 7 یا 5 تا برم، 10 تا برم، 50 تا برم، چند تا برم. پس 3 تا حالت داریم برای نوشتن حلقه فور: شروع حرکت، نقطه پایان و گام حرکت که چند تا برم. من یه متغیر میسازم که این متغیر در ابتدا مقداره، بعد به ازای گام حرکتمون بهش اضافه میشه تا برسه نقطه پایان، و نقطه پایان هم میشه شرط خروجمون از اون حلقه. من مینویسم تا زمانی که آی من، اسم متغیر من میتونم ایندکس هم بذارم، گفتم دیگه آی مخفف ایندکس، آی من درون بازه یک، همین چیزی که بالا نوشتم، تا حالا من مینویسم 10 چون بخوام چاپش کنیم خیلی زیاد میشه. این بالا رو میکنم 10، مثالمون بالا هم 10 باشه و اینو میذارم داخل حلقه فورمون و برنامه رو اجرا میکنم. 10 بار هلو ورد رو چاپ کرد. میخوایم ببینیم هر دفعه عددش چیه، مثل دور جاوا قبلش میام یه دونه دلار میذارم اینجا، آی رو میذارم، یه فاصله هم میذارم، به همین راحتی کاتن همه کارا رو برام راحت تر کرده. به این شکل از 1 تا 10 برام چاپ کرد. از 0 تا 10 دو تا برام چاپ کنه. استپ یا همون گام رو میکنم 2، دیفالتش 1 بوده دیگه، کردمش 2 تا برو، 3 تا برو، هیچ فرقی نداره. و این که میخوام آقا نزولیش کنم، بگم از 10 بیا به 0، از 10 به 0 بخوام بنویسم، توی این بازه که وجود نداره. ما عددی که کوچیکتر از 10 باشه و بزرگتر از عددی که کوچیکتر از 10 باشه و کوچیکتر از 0 نداریم، همچین چیزی، بازه اشتباه. بعد اینجوری بنویسیم down to میگه که آقا از 10 بازه رو برعکس کرد دیگه، اینو برعکسش کرد، گفت از 10 بیا به 0. به این شکل میگم از 10 تا 0 شد، برعکس شد. و میتونم استپ هم بهش بدم، آقا دو تا برو، میشه 10 8 6 فلان. به همین راحتی این شد یه حلقه فور. فقط حواستون باشه دیگه اینی که اینجا نوشتیم این برای رنجا معمولا استفاده میشه. من این نگاه کنید، این 0 2.10 که می نویسم این همون رنجی بود که توی حالا وایل و اینا هم بهتون توضیح داده بودن. مثلا وله مساویه از 1 تا 10، یک رنجه و میتونم مثلا اسمشو بذارم مای رنج، اسم بهتری براش بذارم مای رنج، و به جای این از مای رنج هم استفاده بکنم و بگم مثلا استپ کن دو تا یا داون تو نشم میتونم بنویسم 10 داون تو تا 0 به این شکل، و هر سری این
حلقه من بعد با توجه به این رنجی که دارم براش تعریف میکنم برای من انجام میده اون کار رو. به همین راحتی این یه حلقه فور توی زبون کاتلین. حلقه بعدی که داریم حلقه وایل. حلقه وایل کاملا شبیه به زبونهای دیگه است و دقیقاً هم مثل جاوا داخل پرانتزش یک شرایطی وجود داره، ترو یا فالس، مثل مقدار بولیان میپذیره کلا داخل پرانتز. یعنی وقتی که من میگم مقدار بولیان میپذیره یعنی که آقا این تحت یک شرایطی انجام میشه. ایف تحت یک شرایطی انجام میشد، اگر اون شرایط برقرار بود اون دستور اجرا میشد. وایل تحت یک شرایطی انجام میشه و هر وقت که چون چندین بار داره اجرا میشه جمله اونجوری این شکلی میکنم، میگم هر وقت که داخل این شرط ترو بود مقدارش این با بلاک اجرا میشه و این بلاک انقدر اجرا میشه تا این شرط نقض بشه. دقت بکنید تفاوت وایل با فور اینه که فور مشخص بود که آقا من میخوام اصلا از 0 تا 500 یه کاری انجام بدم، نقطه ابتداش مشخص بود، انتهاش مشخص بود، حالا گامش هم مشخص بود که چند تا ولی نکته مهمش اینه که آقا ابتدا و انتهاش مشخص بود، ما میدونستیم چند بار قراره اون حلقه اجرا بشه. ولی توی وایل نمیدونیم، توی وایل تا زمانی که اون شرط برقرار باشه این وایل تکرار میشه برامون. مثلا تعداد مشتریای بانک متفاوتن، یه روز 10 تا مشتری میاد، اون صدای میگه که آقا مشتری شماره 3 برو به باجه 2، مشتری شماره 4 برو باجه شماره 5 تا 10 تا تمام میشه. فرداش 200 نفر میاد، فرداش روز شلوغی بوده 200 نفر میاد و میگه حالا دونه دونه میخواد بگه و حالا این وسطش مثلا 200 نفرش هم 250 نفر هی اضافه میشه و شرط خروج اون زمانیه که آقا تعداد مشتری‌ها به پایان رسیده باشه، همه مشتری‌ها کارشون انجام شده باشه و این متفاوته. یا یه مسئله دیگه من میگم که آقا هی از عدد از کاربر عدد بگیر تا زمانی که عدد 0 رو زد برنامه به پایان برسه. اینو نمیتونیم با فور بنویسیم، چند بار میخواد کاربر عدد بزنه، هی عدد بزنه ما جمع کنیم با هم، هی عدد بزنه با هم جمع بکنیم تا زمانی که 0 بزنه. 0 که بزنه برنامه به پایان برسه. خب کاربر هر چند تا که بخواد میتونه 4 روز هی ارما عدد بزنه. بنابراین اینجا حلقه وایل که میاد به کمک ما، چون ما نمیدونیم کی قراره کاربر 0 رو بزنه که برنامه رو به پایان ببریم و با حلقه فور نمیتونستیم این در واقع مشکل رو حل بکنیم و سولوشن مناسبی نیست حلقه فور برای این موضوع. خب به این شکل من مثلا میگم که آقا ما تعداد کاربر داریم، کانت کاستومر، مشتری بانک مثلا مساوی 100 نفره، اینا میکنم ول تا زمانی که بزرگتر از 0 این کار رو انجام بده برای من. بعد بیا داخلش چیکار کن؟ کاستومر رو ماینس کن هر سری، مثلا هر وقت کارتو که انجام دادی بیا مشتری رو یه دونه ازشون کم کن و این انقدر اتفاق میفته تا این به 0 برسه و پرینت الن میکنم کاستومر مثلا شماره فلان، کاستومر شماره مثلا خود کاستومر کانت به این شکل داره کارش انجام میشه و اینو مثلا میزنم 10 تا از 10 تا 9 کاستومرهای ما کارشون انجام شد و به انتها رسید. اینم از حلقه وایل. به همین راحتی ما یه دونه حلقه دیگه داریم که زیر مجموعه حلقه وایل میشه، یعنی ما میشیم کلا بگیم دو تا حلقه داریم، فور و وایل. یه دونه وایل زیر مجموعه داره دو وایله که حالا یه خورده کم اهمیت تره، بهش کمتر میپردازیم. دو وایل که ابتدا میاد این بلاک رو انجام میده بعد شرط رو چک میکنه، برعکس وایل اول شرط رو چک میکرد کار رو انجام میداد، اگر ترو بود این کار رو انجام میده بعد چک میکنه اوکی دوباره برام انجام بدم. این یه بار اینو حداقل انجام میده دیگه، یه بار انجام میده چک میکنه، اگه فالس باشه که کلا میپیچه به بازی، اگر ترو باشه اینو هی انجام میده تا این فالس بشه. و حواسمون باشه دیگه اگر حلقه مینویسیم وایل ممکنه که وایل تو بی‌نهایت بخوریم، لوپ بی‌نهایت بخوریم و این همیشه ترو باشه و زمانی که این ترو باشه اصلا خوده نگاه کنید اینتیجر آیدیا داره من میگه این آن ریچبل کد، اگر وارنینگ بده روش وایسم
نه unreachable کد. میگه هیچ وقت به این کد نمیرسم، چون من وقتی که اجرا بشم بیفتم داخل این حلقه تا ابد این حلقه میخواد ادامه پیدا کنه. من تا زمانی که این حلقه فالس نشه که من اینجا نمیاد. پس ما باید دستوراتمون جوری بنویسیم که کنترل بکنیم حلقه وال هیچ وقت لوپ بی‌نهایت برامون نشه. خب چه کارایی میتونیم بکنیم؟ ما 3 تا حلقه داشتیم دیگه، for while do while. ما 3 تا هم دستور کنترلی داریم، یکیش break، یکیش continue، یکیش هم return. return رو بذاریم کنار. خب حالا نگاه کنیم ما چه شکلی میتونیم کنترل کنیم. مثلا به این شکل، آقا این وایلش تو روه دیگه، من اینو هر سری که ماینس میکنم میگم اگر کاستومر من برابر شد با 0، داره ماینس میکنه دیگه، چیکار کن؟ بریک کن. همون بریکی که تو جاوا نوشتیم. این دستوراتی که نوشتم اینجا کلا شبیه به جاوا، هیچ فرق با جاوا نداره، شاید فقط سیمیکالن اینا ندارن دیگه. این مثلا 2 تا سیمیکالن اینجا داشته باشه، یا این پیغامی که اینجا داره پرینت النی که اینجا داره کار میکنه رو اگه نداشته باشین کلا میشه جاوا دیگه. اونجا سیستم دات اوت پرینت الن داریم، اینجا پرینت الن داریم. خب بگذاریم. دستور بریک یعنی این که آقا کار حلقه رو به پایان ببر. و این الان حلقه وایل ما رو نگاه کنید، اینجا بلاکشه. از تو این بلاک وقتی برسیم به این، از تو این بلاک میپره بیرون و دیگه ادامه نمیده حلقه رو و میاد اینجا. من میگه بنویسم پرینت الن مثلا فینیش. حالا اینا مثلا میذارمش 3. از 10 تا 3 میاد، 3 که رسید شد فینیش، چون از حلقه اومد بیرون و اینجا فینیش رو چاپ کرد. پس دستور بریک میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که آقا کار حلقه رو به پایان ببر، دیگه این حلقه ما آنریچبل نیست و اینجا میرسه. نگاه کن، به از اینکه من این بریک رو کامنت میکنم این آنریچبل میشه، چون میگه آقا این حلقه بریک و 3 تا دستور کنترل داریم، بریک و کانتینیو، ریترن. من فعلا بریک رو گفتم، میگه هیچ کدوم از اینا رو نداره، هیچ کدوم از این شرایط رو نداره، پس قطعا آنریچبله با توجه به این تورویی که اینجا نوشته. این پایین بمونه. این الان شو از 10 تا 0، از 10 تا 1، از 10 تا 1 اوکی. حالا یه دونه دیگه دستور دیگه داریم، if. میگم اگر آیه من مثلا برابر شد با 6، ببخشید این آی نداریم، کانتینیو کن. کانتینیو میاد میگه که آقا این حلقه از اینجا تا اینجا کارشه دیگه، تا اینجا کارشه، اینجا که رسیدی بقیه رو بیخیال شو، برو گام بعدی رو انجام بده، برو گام بعدی. اینو میذارمش اینجا که این پیغامه برای ما هر سری هم چاپ نشه، بهتر میشه. اگر ایندکس ما اسمش سخته، کانستومر، ایندکس ما 6 بود، برو گام بعدی. و این خب الان حلقه بی‌نهایت شد، داره بی‌نهایت اجرا میکنه. اول کم کن، بعد چک کن و بعدش به این شکل نکن. از 9 8 7 دیگه 6 رو کانتینیو کرد و بعد 4 3 2 1 0 هم چاپ کرد، چون اول داره چاپ میکنه و بعدش چیز میکنه، 0 هم چاپ میکنه و بعدش اگه 0 بود بریکش میکنه. کانتینیو میگه که آقا تا اینجا هر کاری کردی ادامه نده دیگه، برو بعدی، برو گام بعدی. توی فور هم داریم، نه بریک و کانتینیو هیچ فرقی با هم نداره. سومی ریترن که فعلا باش کار نداریم، ریترن اینجا کاربرد نداره. پس ما 2 تا دستور کانتینیو و بریک داریم که میاد کنترل میکنه نوع حرکت و حالا پایان پذیری حلقه های ما. من همین دستوراتو میتونم برای فورم بنویسم و این فرقی هم نداره. میتونید خودتون برای فور بنویسید و امتحانش بکنید.